دوستان عزیز، ذکر استغفار را زیاد بکنید. توسط گفتن استغفر الله العظیم و اتوب الیه فایده های زیاد برای شما حاصل می شود. یک داستان را برایتان حکایت می کنم. در وقت زین العابدین شخصی نزدش آمد و گفت: یا شیخ، در سرزمین ما خشکسالی است، باران نمی بارد، چی کار را انجام بدهیم؟ شیخ برایش گفت: استغفار زیاد بگویید. شخص دیگر نزد شیخ آمد و برایش گفت: در سرزمین ما سیلاب آمده که مواشی و زمینهای زراعتی را از بین میبرد، چی کار را انجام بدهیم؟ شیخ برایش گفت: استغفار زیاد بگویید. شخص دیگر آمد و گفت: یا شیخ، اولاد ندارم. شیخ برایش گفت: استغفار زیاد بگویید. شخصی که در نزد شیخ نشسته بود تعجب کرد که برای هر مشکل شیخ استغفار را توصیه می کند. بناهن دلیل را از پیش شیخ پرسان کرد. شیخ برایش جواب داد که آیا در قرآن متوجه نشدی که الله متعال داستان قوم نوح علیه السلام را حکایت می کند و الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله متعال می فرماید: پس گفتم از پروردگار خود طلب آمرزش کنید، ارهاین او آمرزنده است، تا بر شما باران را بریزد و پی در پی شما را اموال و فرزندان دهد، شما را بوستانها بدهد و برای شما جویها پدید آورد. بناهن استغفار یگانه وسیله است که ما را از عذاب الله سبحان نجات می دهد. الله متعال می فرماید: تا زمانی که آنها یعنی بندگانم استغفار می گویند عذابشان نمی دهم. بناهن استغفار زیاد بگویید، زبان خود را مصروف استغفر الله العظیم و اتوب الیه بسازید. رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که معصوم بودند در روز 100 بار استغفار می گفتند. استغفار گفتن فایده های بس مزید دارد. داستان دیگری را برایتان حکایت می کنم. امام احمد ابن حنبل که یک تن از ائمه بزرگوار است نقل می کند که ایشان به طرف یک شهر در سفر بودند. وقتی شب فرا رسید خواست که در مسجد استراحت کند، ولی برایش اجازه داده نشد و او را از مسجد بیرون کردند. هرچی که اصرار کرد که مسافر هستم، ولی برایش اجازه ندادند که در مسجد استراحت کند. وقتی از مسجد بیرون شد، شخصی که نانوایی داشت او را گفت: بیا امرای من شب را سپری کن و صبح هر جایی که میخواستی برو. امام احمد قبول کرد و همراه نانوا رفت. مرد نانوا تمام شب نان پخته می کرد
که برای مشتریان خود صبح نان را برساند و با انداختن نان در تنور استغفر الله می گفت. امام احمد متوجه چنین کار بود. از جا بلند شد و از شخص پرسان کرد که هر شب ذکر استغفار را می گویید؟ وی در جواب گفت بله، من فایده های زیاد را از این ذکر دیدم. هر چیزی که از الله متعال خواسته ام برای من داده است، فقط یک دعای من قبول نشده است. من از الله متعال خواستم که امام احمد را ملاقات کنم که تا حال ملاقات نکردم. امام احمد گفت سبحان الله، به خاطر دعای تو است که الله متعال مرا از شهرم بیرون کرد، از خانه خود مسجد بیرونم کرد تا به خانه تو بیایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.